به عنوان ایرانی بودن، تو ایران بودن، من خیلی از ایران متنفر بودم و این خشم بود دیگه. چرا از ایران متنفری؟ خب به خاطر اتفاقایی که افتاده و وقتی که شروع کردم این دوره ها رو رفتم و همش هم حالا به طور اتفاقی یا غیر تصادفی توی ایران بود، از ایران شروع شد. برای همین که آدما اتفاقا تو ایران تو شرایط سخت میدم که چقدر ایرانیای الان تو ایران دارن میبینم باهاشون، مخصوصا کسایی که میان خب تو این دوره ها یا تو گروه ها، چقدر متفاوت ترن. شرایطشون آره واقعا سخته، یا دارن اصلا از توی شهرهایی میان تو این دوره ها که اصلا من تو عمرم نشنیده بودم این شهر رو تو ایران اسمشو. و دیدم که خب تو این شرایط سخت وقتی اینا میتونن انقدر قشنگ دارن مدیریت میکنن، زندگیشونو میکنن، سختیه هست ولی داره از توش خیلی کارهای عمیق‌تر و پربارتر داره انجام میده. این باعث شد که من یه ذره راستش احساس شرم بکنم به اینکه آره واقعا شرایط مثلا من خودم تو آمریکا خیلی خوبه، پس چرا مثلا انقدر اضطراب دارم. همین باعث شد منو وصل بکنه به اون آدمایی که پر از دردن تو ایران و تو شرایط خیلی سخت دارن زندگی میکنن و من اینجا میتونم از اونا یاد بگیرم.